از کجا بدونیم بدنمون اسیدیه یا قلیایی؟ واقعاً بدن اسیدی یا قلیایی یعنی چی؟ چطور بفهمیم تو کدوم حالتیم بدون اینکه نیاز باشه بریم آزمایشگاه و آزمایش بدیم؟ دیدید بعضیا با خوردن غذای سالم، خواب خوب، باز هم احساس خستگی، پف صورت، تیرگی پوست، بیحالی و بی‌حوصلگی میکنند. ولی یه نفر دیگه با همون مقدار غذا و خواب پر انرژی، شاد، سرحال و سبکه. خیلی وقتا مشکل از رژیم غذایی یا ویتامین نیست. مشکل از تعادل شیمیایی درون بدنه. بدن انسان یه دنیای دقیق شیمیاییه. هر سلول ما مثل یک آزمایشگاه زنده هست که برای کار کردن باید محیطش نه زیاد اسیدی باشه نه زیاد قلیایی. وقتی این تعادل به هم بخوره، سلول‌ها به جای تولید انرژی وارد حالت بقا میشن. اکسیژن کمتر میگیرند و سموم توی بدن جمع میشه و کم کم اون حس خستگی، التهاب، جوش یا تیرگی پوست شروع میکنه به ظاهر شدن. به زبان ساده تر، بدن ما همزمان هم اسیدی هم قلیایی، اما سلامت واقعی اون وقتیه که بین این دو تعادل ایجاد بشه و همین تعادل راز جوانی، انرژی و آرامش ماست. اینجا مسیر سلامتیه. بذارید با یک حقیقت علمی شروع کنم. بدن ما همونطور که گفتم همزمان هم اسیدی هم قلیایی، ولی نکته اصلی اینه که نسبت بین این دو باید در تعادل باشه و همین تعادل یعنی همون سلامتی واقعی که گفتم. pH در واقع معیاری برای اندازه‌گیری میزان اسیدی بودن یا قلیایی بودن محیطه. از 0 تا 14. عدد 7 یعنی خنثی، زیر 7 یعنی اسیدی، بالای 7 یعنی قلیایی. حالا نکته خیلی مهم اینه خون انسان باید همیشه بین 7.35 تا 7.45 باشه، یعنی کمی قلیایی تر از خنثی باشه. این محدوده ظاهراً کوچیک، در واقع مرز بین سلامتی و بیماریه. اگه فقط 1/10 پایین تر بیاد، بدن وارد وضعیت اسیدی میشه. سلول ها اکسیژن کافی نمیگیرن، آنزیم ها درست کار نمیکنن و التهاب در بدن بالا میره. اگه بالاتر از این میزان بره، گوارش و جذب مواد غذایی مختل میشه. به زبان ساده تر، عدد 7.35 تا 7.45 یعنی خونت در نقطه طلایی سلامتیه. زیر 7.35 بدن اسیدیه و داره میجنگه و بالای 7.45 یعنی بدن قلیایی افراطیه و ضعیفه. اما بین این دو عدد بدن در تعادل، آرامش و بازسازی قرار داره. حالا چرا محدوده این عدد اونقدر حساسه؟ چون همه واکنش‌های حیاتی بدن از تنفس سلولی تا عملکرد آنزیم‌ها، تولید هورمون‌ها و ترمیم زخم‌ها فقط توی همین بازه درست انجام میشن. بدن برای حفظ این محدوده ظریف 3 سیستم اصلی داره. ریه‌ها که با دم و بازدم میزان دی اکسید کربن رو تنظیم میکنن، کلیه‌ها که اسیدهای اضافی رو از طریق ادرار دفع میکنن و بافرهای خونی مثل بیکربنات که مثل ترمز عمل میکنن و نمیذارن pH خون تغییر خیلی زیادی بکنه. اما اگه ما سالها قهوه، فست فود، مواد قندی، نوشابه یا اون نونهای صنعتی مصرف بکنیم، بدن مجبور میشه خودش رو متعادل نگه داره و برای همین کار مواد معدنی حیاتی مثل کلسیم، منیزیم و پتاسیم رو از بافت‌های بدن بیرون میکشه، از استخوان، از عضله، پوست. نتیجهش میشه پوکی استخوان، خستگی مزمن، بیخوابی، ریزش مو، التهاب و حتی افسردگی. حالا بدن قلیایی یعنی چی؟ بدن قلیایی یعنی بدنی که از نظر شیمیایی در حالت آرامش، اکسیژن دار و بدون التهاب قرار داره. سلول ها انرژیشون رو راحت تولید میکنند، کبد و کلیه به راحتی سم دفع میکنند و خون در محدوده سالم بین 7.35 تا 7.45 میمونه، بدون اینکه بدن مجبور باشه از استخوان‌ها و عضلاتش خرج کنه. به زبان ساده تر، بدن قلیایی یعنی بدن نفس میکشه، نه اینکه میجنگه. بدن قلیایی و متعادل یعنی انرژی طبیعی و پایدار در طول روز داره. پوست روشن و درخشان، خواب عمیقه و بیداری با حس سبکیه. گوارش راحته و بدون نفخ، ادرار زرد و روشنه و بوی طبیعی داره. ذهن آرومه و تمرکز بالایی داره. ریکاوری سریع ایجاد میشه،
یعنی بعد از هر خستگی یا بعد از هر زخمی بدن سریعتر ریکاوری و درمان میشه. وقتی بدن در این حالت قرار میگیره سیستم ایمنی قوی تر میشه، التهاب پایین میاد و روند پیر شدن هم کندتر میشه. اما وقتی بدن اسیدی میشه احساس خستگی و سنگینی دائمی میکنیم. پوست کدر، جوشدار یا پف کرده میشه. مشکلات گوارشی داریم از قبیل نفخ، ترش کردن، رفلاکس معده، درد مفاصل ایجاد میشه، خشکی عضلات ایجاد میشه، خواب خیلی سبک میشه چون ذهن آشفته میشه، هوس شیرینی و قهوه و فست‌فود مکرر میکنیم و بدن اسیدی یعنی سلول ها در محیط کم اکسیژن و پر التهاب دارن کار میکنند. حالا راهکارهای طبیعی برای حفظ این تعادل pH بدن چیه که بدنمون همیشه در حالت تعادل بمونه؟ بدن نمیخواد قلیای افراطی بشه، فقط میخواد از استرس، مواد قندی و کم اکسیژنی در بیاد. اولین راهکار نفس عمیق و آگاهانه هست. اکسیژن قلیایی ترین داروی طبیعیه. هر روز چند دقیقه تنفس عمیق انجام بدید. راهکار دوم سبزیجات برگسبز بخورید در طول روز مثل جعفری، کرفس، اسفناج، گشنیز، خیار. اینها از قوی ترین منابع قلیایی هستند. راهکار سوم آب گرم با چند قطره آب لیمو داخلش در صبح بخورید. با وجود طعم ترشش آب لیمو در بدن اثر قلیایی داره، با اینکه خود لیمو حالت اسیدی داره ولی وقتی وارد بدن میشه اثر قلیایی میذاره. راهکار چهارم نمک طبیعی بخورید، نه نمک تصفیه شده. نمک دریایی مثل نمک کلتیک یا اسم دیگرش نمک سرتیکه، نمک صورتی هیمالیا، نمک دریا کمک میکنن که املاح بدن دوباره متعادل بشن. راهکار پنجم نوشیدن آب به صورت جرعه جرعه در طول روزه. آب باید دارای املاح طبیعی باشه، نه آب مقطر. اینو حتما دقت کنید. راهکار ششم ورزش ملایم و روزانه انجام بدید. حرکت و تحریک باعث دفع اسیدها میشه. حتی شده یه پیاده روی نیم ساعتی تند در طول روز انجام بدید که باعث تحریک بشه. راهکار هفتم کاهش قند و مواد قندی و خوراکی‌های صنعتی. سعی کنید قند سفید، نان، نوشابه‌ها و مواد قندی رو کلاً از برنامه غذاییتون حذف کنید و به هیچ عنوان نخورید چون اسیدی ترین مواد غذایی هستند که بدن رو اسیدی می‌کنند. راهکار هشتم استراحت و خواب عمیقه. توی خواب بدن اسیدها رو میسوزونه و سلول‌ها رو بازسازی میکنه. سعی کنید به اندازه کافی 7 تا 8 ساعت در طول روز، در طول شبانه روز خواب عمیق و با آرامش داشته باشید. راهکار نهم کاهش استرس و مراقبه استرس. استرس طولانی به اندازه شکر و مواد قندی بدن رو اسیدی میکنه. پس سعی کنید برای کاهش استرس از تنفس عمیق و مراقبه استفاده کنید، طوری که بهتون آرامش طولانی مدت در طول روز بده. در واقع بدن ما دشمن اسید نیست، دشمن افراطه. سلامتی یعنی تعادل. وقتی یاد بگیریم چطور این تعادل رو حفظ کنیم، بدن ما از حالت جنگ و بقا بیرون میاد و وارد حالت زندگی و ترمیم میشه. بدن قلیایی بدنی که آروم نفس میکشه، ذهنش سبک و شفافه، درونش پر از انرژی و آرامش، استرس نداره، خستگی نداره و التهاب هم نداره. پس همین الان شروع کنید با یه لیوان آب گرم و یه لیمو و همینطور نفس عمیق که باعث میشه سالمتر از دیروز و روزهای قبل بشید. این باعث میشه که انرژی بیشتری وارد بدن شما بشه، اکسیژن بیشتر به سلول هاتون برسه و همیشه سالم و سلامت و تندرست باشید. امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه و زندگیتون پر از برکت و شادی و سلامتی باشه. اگه ویدیو رو دوست داشتین لطفاً لایک و سابسکرایب کنید و با دوستان و عزیزانتون به اشتراک بذارین و اگه دوست داشتین برام بنویسین که از کدوم شهر یا کشور ما رو تماشا کردین. خیلی مراقب خودتون باشین. دوستتون دارم. خدا نگهدار.